درود به همه شما شنونده های عزیز کند FM. امروز شنبه و چون همیشه روز تئاتر است در کنی بادام و این ساعت نوبت برنامه فرهنگی فراغتی صدای تئاتر است که با هم میشنویم. امروز صحیفه های دوره نوی تاریخ تئاتر کنی بادام را برگردان میکنیم و من قصه را از اونجا آغاز میکنم که سال 2009 3 نفر ختم کرده دانشکده صنعتی تاجیکستان، محیدین مظفر، غیرت قادرف و بنده فرهاد غفارپور به تئاتر آمدیم. کنی بادام یکی از ناحیه‌های کلان معموری بوده در بین آبانبار قیراقوم و قطارگاه توریست. آرمان‌های شکسته، لالا لالا، آرمان‌های ناشکسته. پس از بنوار گرفتن فیلم حجتی کند، فیلم هنری آرمان‌ها، روی صحنه آوردن نمایشی مادری از طاقت تحقیر خسته و یک چند کارهای دیگر، سال 2012 زندگی مجبور کرد که ما 3 نفر تئاتر را ترک کنیم و مهاجرت داخلی و خارجی را اختیار کرده پراکنده شویم. کارگردان شناخته عالم تئاتر اولیاقلی خواجه قلی سال 2013 این قصه را شنیده خیلی اندوهگین می شود و مصلحت می دهد که ما جوانان به کدام ارزش نباشد باید به تئاتر برگردیم. این پیشنهاد و تلاش و پیشنهادهای استادمان یونس علی ارگاشف و شعبه فرهنگ و حکومت همان زمانه شهر را به نظر گرفته ما راضی شدیم که به تئاتر برگردیم، ولی با یک چند شرط ها. یکی از اون شرط ها این بود که اولیاقلی خواجه قلی باید به کنی بادام بیاید و با ما نمایش روی صحنه بیارد. این آرزوی کلان و قریب ناشدنی جوانان را دفتر شویتزر عاید به همکاری در تاجیکستان جامعه عمل پوشانید. ماه اپریل سال 2015 در تاریخ تئاتر کنی بادام دوره نو آغاز شد و اولین کلمه‌ای که در صحیفه نوی دوره جدید نوشته شد وه بانوان بود. سخنهای یوریپید یونانی که آن را عبدالغفار عبدالجبار به تاجیکی ترجمه کرده است در تهیه اولیاقلی خواجه قلی با سرود و موسیقی و رقص و ترانه‌های فولکلوری و کلاسیکی تاجیکی و اشتراک 10 نفر هنرمندان تئاتر کنی بادام روی صحنه آمد. من غایبانه درباره کارگردان اولیاقلی شنیدگی بودم که بودنشان گروه هماتروپا نمیدانست. دلبر سلیمانوه، هنرمند شایسته تاجیکستان. وقتی که آمدن یک آدمی غیر عادی، فقط نگاهشان خیلی نگاه عادی نبود، هر یک تمانده یگان چی یافتن میخواستن و ما بیخبر بودیم. یک مدتی خیلی دراز وای کرد درباره کی نواخته میتوند، کی سرود خوانده میتوند یا کی رقص کرده میتوند. خیلی همه ما یگان چی یافتن خواستم. زنها آوازی مرا میشنوید؟ جانان بهار شده است و کی می آییه وقتی گلی خار شده است و کی می آییه
در نمایشنامه دو قوه اشتراک کردند، یعنی هم نسل کلان و هم نسل جوان. یونوسعلی ارگاشف، هنرمند شایسته تاجیکستان. و این سر به سردنی ها با دو نسل تئاتر بسیار یک انسامبل، بسیار یک دسته یکچین هنری بود که همین بار نمایشنامه به پیش میکشیدند، بار نمایشنامه برداشت میگرفتند. و این یکی از، من گمان میکنم یکی از بازیافت های هم نمایش و هم تئاتر در همین است که دو گروه یک شده یک باره کفاله کردند و از اختش برآمدند. تو کیستی؟ صدایی؟ کی مراجعه میزنه؟ بازی و خواهد من جیغ میزنم بیسری سمله بزیف جانان بهار شده است و کی می آیی جانان بهار شده است و کی می آیی. همین نمایشنامه سال 2015 در جشنواره آزمون جمهوری پرستو شرکت ورزیدگی بود و بیهوده نیست که جایزه برای بهترین انسامبل اکتوری را صاحب شد که این خیلی گپی کلان است. و این دلیل اون است که واقعا هم این نمایشنامه هر یک هنرمند را رشد کند، هر یک هنرمند را پهلوهای خوب نوع هنریش رو کشف کرد و به همین سبب شد که همین جایزه نصیب شد تئاتر بهترین انسامبل اکتوری. واقعا هم انسامبل عالی جناب اکتوری بود که با یک نفس همین نمایشنامه بازی میکردند. برای ما صنعتکاران نوآوری بوده، نه هر کسی به دوشی داده. هنرمند شایسته تاجیکستان استاد محمدجانوه. چون که سخن است، موزیک انداختن، سخن گفتن بوده. من به لازم دانستم که اما رولی تریسی و پیام‌آوری یکم پیام‌آوری دیوم است. عمرعلی ستاروف. خلاصه برادرم که اثر وزنیم. بعد من رو آوردم به اولیاقلی، من گفتم من اینقدر میرم و اسپکتاکلوی نمایش‌های بلند بازی کردگی میگم، نه اصلا هیچ گم نگو بازی میکنی، فقط همین گفتی من اجرا کن شد. یکی کار وزن بود، یک تراکتوفکی ناو کتی من با اندک مشکلی که هست لیکن اول به موجودیت او را اعتراف نما و این بیسر و سامانی ها خاتمه نیابد. من خودم این بیسر و سامانی ها را خاتمه میبخشم. آخر من شاه پسری اخیان خونخوار هستم. های جوان، خدا حرکتی نباشد، خداوندی بزرگ است، خدا اطاعت نما. برای حاکمی بیدادگر سخنی آزادی گفتن خفناک است، اما من میگویم ولی اثر خدایان دیانیست قوی تر است. دیانیست همه مفتون کرد، یعنی قبیله دخترای شاه همه عاشق دیانیست، یادگار بر رشک میکنن. هنرمند شایسته تاجیکستان مطلوبه میرزاجانوه. وقتی که ما همراه دیانیست رقص میکردیم، یعنی که دوئت رقص
من بسیار داده می شدم همین رقص. من لذت می بردم. کیفیت آن در همین است که رقص محبت با چشم بود. از یادیگر چشم کندن امکانیتش نبود. من لذت می بردم از همون دقیقه که من همراه همون دیانیس رقص می کردم. های بدبختی ناپاک، چه ها میگویی؟ عقل باخته بودی، باز بابا تو تب دادی. عقل تمکین انسان را حمایت میکند. رفتیم ای خواجم عبادت کنیم از بحر شفایی این دیوانه برقدم آمده. با خداوند برتری شهر دیگر یکان آفتی بیشتری ندهد. اثرهایی که اولیاء قلی به صحنه گذاشت این اثرهای هم اثرهای جهانی است. مثلا وحوح بانو این اثر یوریپید دراماتورگ سطح جهانی یونان قدیم است و این خیلی نمایشنامه ها رو نه هر یک تئاتر جرأت میکند به صحنه گذاشتن و نه هر یک تئاتر اقتدار دارد. انا نبیرم این پیک شاهی رو از من قبول کرده بود به اینجا آمد و خیلی در غضب است. گوش کنیم و چی ها میگفته باشد. برخانم برگشتن زمان از 4 صبح خبری ناخوش میشنوم. بدبختی مگر ناگهان هستکی پا برآمده است که فیوکیان هم خانواده فرزندان را پرداخته بکار سرسری میگردند. با رقص و پاکوبی و سرافشانی میپرستند خدا دیانیس را که نمیدانم چه خداست. عنوان لیسانس کار کردن برای ما یک مکتبی زن بوده. من آنها را مست و شرمسار دیدنیم. روزی اول در دلم تخمی محبت کاشتی، روزی آخر از همین غمی تو دل برداشتی. تو میخوایی با خوشنودی و خواهیش این فاجعه را ببینی؟ بله. ایستا تو اول باید لباس زنانه بپوشی. صفصفی جان پیاله پرمای کن، شیرین زبان پیاله پرمای کن. چرا؟ مگر به شماری زنهایش بدراید؟ البته آنها مرد را بینند نکشند. آفرین را عقل و تجربه. در همانجا در نزد قصر من به تو لباس زنانه میپوشم. البته از اولیاء قلی ما خیلی چیزای کامل انتظار بودیم برای که خیلی نامی بلند است این اولیاء قلی. رژیسور سطح جهانی است. بسیار نمایشنامه‌های کلان حجم، نمایشنامه‌های مرکب به صحنه میگذارد و آمدن اولیاء قلی یک پیش از همه صحیفه نو شد در تاریخ تئاتر کنی بودم. ثانیاً اولیاء قلی یک مکتب بزرگ شد در رشد و نموی هنر اختیاری در تئاتر کنی بودم و بیشک در آن نمایشنامه‌هایی که اولیاء قلی به صحنه گذاشت هنر رشد کرد، هنر صیقل یافت. یعنی هنرمندا باز خودشون به قالب در اومدند. ساکنان خلقه فیوه بیاید نظارت کنه. انا غنیمت ما دخترانی کدم جانور را دست گرفته. За это время, когда мы ставили Еврипид, Вахтанги, они мне поверили, себе доверяли, что если он говорит, наверное, это нормально. И вот это их вера спас их. И получился неплохой спектакль. سرم کجاست؟ انا جسد با عذاب پیدا کردم
حیوان مادر پسر پاسخ گویم چون شما و نخواست خدا را بشناسد و بسری همه بدبختی آورد پنفی شما کل اولاد نابود شد و من موسفید که خدایان پسر ندادند مجبورم بر روی پسر بدزاد بنگرم که به رحمانه و شرمنده‌وار کشته شده است فرزندم اهل خانوادم با هزار آرزو بر روی تو می‌نگریست تو پشت و پناه همان بوده تمام شهر از تو به وجد می آمد پنفی ای بنده خدا گر به اوج آسمان رسیده روی مرگ را ببینا بر خدایان اعتماد آورد. بسیار افسوس میخورم که همین نمایشنامه جای خودش نیافت. باید بسیار در جایهای خیلی بلند این نمایشنامه پیشکش کرده شود، نمایش داده شود و افسوس میخورم که با رفتن سال ما این نمایشنامه رو دیگر بازی کرده نمیتونیم. نمایشنامه خیلی نمایشنامه وزنین، خیلی نمایشنامه جدی، خیلی مرکب، بسیار قوت طلب میکند، بسیار عصب طلب میکند. برای همین چقدر که سال رفته انگیرد امکانیتی بازی کرده نتوانستنی ما زیاد شدن میگیرد. خیلی میخواستم که این نمایشنامه رود. بسیار نمایشنامه عالی جناب بود، بسیار نمایشنامه خوب دیدن بود و من نشنیدم که این نمایشنامه کسانی که دیدن با آنها پسند آمده باشد. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا، شدگی مست چرا، یادم بر دست چرا، تا بکنی کشی کشی با بگسن مست چرا، وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. آه زنها پنفی خود با آغوش مرد می رود و او را جزای وهوه بانوان انتظار است. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. برای صحنه آمدن نمایشنامه خوب باید فضای خوب فراهم باشد. بسیار فضای خوبی کاری داشتیم، بسیار اهلانه، بسیار دوستانه، بسیار همدیگر رو فهمیده، احترام کرده ما کار میکردیم. ما میدونستیم که کار وزنین، برای همین کوشش میکردیم بر دیگر کمک کنیم. بسیار خوب بود، بسیار خوش بود. اونجایی که اهلگی هست و اونجایی که همدیگر فهمی هست و فضای ایجادی هست، البته محصول کار خوب میشه. هرچند که در طول نمایش سرود و ترانه‌ها زیاد صدا می‌دهند، اما نمایش آرایش موسیقی نداشت و تنها صدای یک دایره بود که تمام رفت نمایش را اداره می‌کرد و این ضرب‌های دایره را دستان پرهنر دایره نواز تئاتر صاحب جان شریپوف نواختند. نمایش وهوه بانوان نمایش بحثناک، بحث پذیر، خیلی مرکب و همزمان ساده، فهما و نافهما، خیلی جالب و دلگیر کننده و عموما یک نمایش بود که همه هر خیل میفهمید، همه هر خیل قبول میکرد و همه هر خیل بها میگذاشت. اما مهمتر از همه این، وهوه بانوان برای هنرمندان تئاتر کنیبادام یک مکتب بزرگی بود و در آینده درهای خیلی زیادی را باز کرد.
زندگی با همه وسعت خویش محفلی ساکت غم خوردن نیست، حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست. زندگی خوردن و خوابیدن نیست، زندگی خوردن و خوابیدن نیست. جنبش و جاری شدن است، از تماشاگهی آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند. زندگی جنبش و جاری شدن است، از تماشاگهی آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند. زندگی چون گل سرخ است، زندگی چون گل سرخ عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیواری همه. زندگی چون گل سرخه، زندگی جنبش و جاری شدن است، زندگی خوردن و خوابیدن است، زندگی خوردن و خوابیدن است. همه از دار، من از ناله نادار میترسم. شود بیچاره در کار خود ناچار میترسم. زی آه آدمی که میکشد آزار میترسم. زی دردی بیکسی های خودم ای یار میترسم. چرا باید بترسم از خدای مهربانی خود؟ از آنی که خدا را میکند این کار میترسم. مرا
از نیش خاری که به پایم میخلد غم نیست. از آن خاری که سازد ملتم را خار میترسم. فلک میترکد از آه غریبان زمین روزی. من از آه غریبان وطن بسیار میترسم. به دوش خود کشیدن بار ملت را ثنا گویم. از آن کس که شود بر دوش ملت بار میترسم. نمیترسم ز مرداری که بد میگویدم هر دم، ولی از آن که سازد عالم مردار میترسم. 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 حالا چند هجویه های خرد را در پیشنهاد فرخ وحیدوف و غیرجان قادروف میشنویم. زن باید کارهای خانگی را با خوشنودی اجرا کند، وگرنه او افسرانه همین کارها را میکند فقط بی خوشنودی. چه خیلی فهمونم؟ منه معوش
این کمک پولی برای آنهایی که دزدی کرده نمیتوانند. ما باید برای آن نقاب پوشیم که کرونا ویروس ما را نشناسد. تاریخ با آدمان یگان چی نمی آموزد، چون که همه آدمان تاریخ را از کتاب تاریخ می آموزند. зарбет пойтахти колхози Москва. давраҳои пеш ба саволҳое ки бачаҳо медоданд савол медоданд ки дадаҷон мана аз куҷо ёфтагӣ, ҷавоб медодем ки аз капуста гирифтем ё аз мағоза харидем ё ин ки лак овард. ҳозир бошад як варианти нави замонавиш пайдо шудагӣ. аз интернет скачат кардем бачам, аз интернет. ман бигӯш кунед дия зан дар ду ҳолат метавонад шуморо миллионер кунад. якумаш агар вай ба шумо мерос гузорад ва дуюмаш бошад. дуюмаш медонедми агар шумо миллиардер бошед осона как шуморо миллионер мекунад. ман ماشین مرسدس را خیلی دوست می‌دارم. لیکن حس می‌کنم که ماشین مرسدس هم عیناً خیلی که من او را دوست می‌دارم مرا هم دوست می‌دارد. لیکن جین زند من همین معاش من نمی‌گذارد که ما یک جایه باشیم. интересно баъд аз ҳамин карантин чӣ бисёр шавад? шумораи таваллудшавӣ ё шумораи ҷудошавии оила? медонед шахсонеро ки гӯшт намехӯранд чӣ мегӯянд? онҳоро пенсионер мегӯянд. мана ҳамон рӯз фейсбук ба даромада ҳамаи ошнохоми маскаш набудагихое аз друзия удалит кардам. чӣ хеле ки бузургҳо гуфтаги эҳтиёт ними хаёт. дар замони мо як чизи аҷоибро мушоҳида кардан мумкин. ҳамин вақте ки моҳ ба охир мерасад, вақте ки маошатро ба дастат медиҳанд, ҳамин хел ӯро ба даст мегирию як ҳиссиёти аҷоибе туро фаро мегирад, худде ки ба ту здачи доданд. دوستان عزیز، از امروز شما نمیتوانید به داروخانه به نقاب درآیید، حتی برای خریدن نقاب. شما باید نقاب اولین خود را در مبارزه عادلانه در کوچه به دست آورید. سلفی سرود هجوی را در اجرای فرهاد صدیقов و فرخ وحیدов که به قلم باهیر بهادرزاده تعلق دارد با هم میشنویم. بیافتد پیش تو شخص به دریا، بی جنباند زی ترس او دست و هم پا،
بی افتاد پیش تو شخص بدریا، بی جنباند زی ترس و دست و هم پا. نرا بر کمکش اول تو ایستا، نرا بر کمکش اول تو ایستا. بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی، بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی. بیدادی بهر محتاجان میهن، برنج و شکر و هم آرد و روغن. بیدادی بهر محتاجان میهن، برنج و شکر و هم آرد و روغن. همان دم آستینی خیش برزن، همان دم آستینی خیش برزن. بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی، بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی. اگر مرد است از ویروس یک انسان، به سوی آن جنازه رو شتابان. اگر مرد است از ویروس یک انسان، به سوی آن جنازه رو شتابان. برای لایک ها ای جوره جان، برای لایک ها ای جوره جان. بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی، بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی. بابا می خانه هرگه می برایی، سقیچه گر تو در حمام خواهی. بابا می خانه هرگه می برایی، سقیچه گر تو در حمام خواهی. و یا بر سرتراش خانه درایی، و یا بر سرتراش خانه درایی. بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی، بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی. ببلنیتسا اگر تو بردی پاموش، به بیماران طعام و ششلیک و آش. ببلنیتسا اگر تو بردی پاموش، به بیماران طعام و ششلیک و آش. تو حتما نزد آنها کردیان باش، تو حتما نزد آنها کردیان باش. بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی، بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی. بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی، بیکن تلفن گرفته یک تا سلفی. این بود نشر امروزه برنامه فرهنگی فراغتی صدای تئاتر که طول این ساعت با هم شنیدیم. برنامه را برایتان آماده و پیشنهاد نمودم بنده فرهاد غفارپور و خیلی امیدوارم که دوستش داشته باشید. با امید واخوری تا شنبه دیگر در همین وقت و در همین جای خداحافظی میکنیم. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.